تنظیم میکنیم اما من نه. مقامات ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان فروش مشروبات و یا نوشاکی اسپریتی را از ساعت 5 بیگاه به آن طرف منع کردند. به دکان و فروشگاه‌هایی که برای سودای مشروبات اجازه دارند دستور داده شده است که تنها از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه نوشاکی اسپریتی را بفروشند. عین زمان به گفته مقامات در شهر خاروق تنها 9 نقطه سودا اجازه فروش مشروبات را داشتند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق کرد و اکنون او را سوالباران میکنه. سلام عبدالله، چرا مقامات یک باره چنین تصمیم گرفتند و فروش مشروبات را محدود کردند؟ سلام شالا. این اقدام مقامات در اصل با طلب مردم گرفته شده است، چون در آغاز ماه ایون نزدیک به 3000 نفر ساکنان خاروق با نوشتن یک نامه دستجمعی به عنوان رئیس ولایت شکایت کردند که تلاش‌های آنها برای تنظیم کردن فروش مشروبات نتیجه نداده است. در این نامه ساکنان خاروق گفتند مافیای تاجران مشروبات فعال است و بازارهای ولایت را به مکان مشروبات پست صفت و قلبکی تبدیل دادند که ده نفر از آن زیان می‌بینند. چند از فعالان خاروق هم در صحبت با ما گفتند در شهر چند حادثه زهرآلود شدن مردان از مشروبات پست صفت ثبت شد. این است که یک گروه ساکنان خاروق خواستار تنظیم فروش مشروبات شدند و گروه دیگر طلب دارند فروش مشروبات عموما منع شود. خب با این طلب ساکنان مقامات چی میگویند عبدالله؟ این سوال را شهلا من از شادیخان جمشید رئیس ولایت مختار بدخشان پرسیدم. رئیس ولایت میگوید پس از این نامه ساکنان با شرکت فعالان جامعه و مقامات در خاروق مجلس دایر کردند. نتیجه این شده است که مقامات تصمیم گرفتند که نظارت صفت و وقتی سودای مشروبات را نظارت کنند، اما فروش نوشاکی اسپریتی را به پورگی منع نخواهند کرد. لیکن تاجیکستان خطاب می‌دهند تاجیکستان کشور دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی است. بله. این اکنون کشور تا درجه اسلامی نیست که ما هم محمود فروش مانیم. این مردم هم فکر میگم تربیت کردن لازم که اگر نقطه فروش هم باشد نسبت این مشروبات حق تا درجه خیلی توجه نکنن گپ در سر دیگر چیز میرود. شما این مسئله درست فهمیدین. همین نفرانی که آواز بلند میکنن که این چیز رو بتون نیست کردن لازم است، این نادرست است. ما با این چیز راضی نیستیم. رئیس ولایت گفت هر سال هزاران سیاح از خاروق و دیگر مکانهای ولایت دیدن میکنند. در شهر مهمانخانه‌های سطحی بلند فعال هستند و مقامات نمیتوانند سیاحان را از دسترسی به مشروبات محروم کنند. اما ببین عبدالله، چرا این موضوع در بدخشان برخاست؟ منظورم برای چون یک بار داغ شد؟ شهلا به اعتراف مقامات از یک سو میزان استفاده مشروبات در ولایت خصوصا مرکز آن تا حد بالا می رود که البته برای سالمی جامعه خوب نیست. از سوی دیگر به گفته ساکنان صفت مشروبات در فروشگاه ها بسیار بد است، چون از قرقیزستان همسایه و دیگر منطقه های خود تاجیکستان به خاروق مقدار زیادی مشروبات پست صفت، دست ساخت و حتی زهرآگین وارد می شود که چندین نفران با نوشیدن آن جان خود را از دست دادند. طلب اصلی ساکنان هم از مقامات این است که پیش راهی قاچاق نوشاکی‌های اسپریتی بدصفت را به بدخشان بگیرند. خب چون سخن از زیاد بودن میزدگی در بدخشان رفت، اقلیم این ولایت سردترین در تاجیکستان است. سردی که معمولا شرابخوران برای گرم شدن نوشاکی اسپریتی را سپر میکنند. سپاس عبدالله برای صحبت.